همه گلسا رو به عنوان لاکچری ترین محل برای زندگی میشناسن توی رشت، اما من میخوام توی این ولاگ بهت بگم چرا اینجا به درد زندگی نمیخوره. امروز در خدمت حدیث هستیم. بعد مدت ها همدیگه رو دیدیم. بالاخره میتونستیم همدیگه رو ببینیم. آره ولی یه سری تنوع ایجاد کردن دیگه. ما بچه شهرداری نرفتیم. برک از خرید دیلمان. آره بعد 1 ساعت ما اینجا نشسته بودیم با هم دیگه حرف می‌زدیم. بعد رو دل قرقرای یوتیوب اینو دیدی اونو دیدی چرا لایک نمیخوره، چرا ویو نمیخوره. ببین دغدغه‌مون زیاد. خیلی حدیث میدونی امروز من قراره در مورد چی صحبت کنم؟ در مورد چی؟ واقعاً گلزار به درد زندگی میخوره یا نه؟ چه جالب. آره. خیلی موضوع خوبیه جدی. نه جدی. ببین یه سوالی دارم اصلا، چون هممون اونجا رو بیرون مثلا آره خیلی شوخی همه رشت گلسا رو بهترین جای رشت میدونن دیگه. خودمون هم همین فکر می‌کنیم واسه زندگی میگه اونجا خیلی خفنه. حالا این همچین موضوعی که می‌خوای بررسی کنی به نظرم خیلی آره. خوبه. ببین یه سوال ازت دارم. اولی که بچه گوشوارای منو ببینید چقدر خفنه. خیلی زیباست. از حدیث جون خریدم، از لیمورا اکسسوری هم مشکیه. نما پیدا کرده. آره به نظر نما پیدا. تو خودت به شخص نظر واقعی تو بخوان گلسا رو واسه زندگی دوست داری یا نه؟ نمیتونم بگم دوست ندارم واقعیتش، چون از فضای محیطش خیلی خوشم میاد. اما مثلا یکی دو جای دیگه هم هست خیلی اونجاها رو دوست دارم، مثلا معلم و اونجا هم خیلی خوشم میاد. و مثلا اینجوریه که اگه یه روزی بخوام بریم 2 تا انتخاب کنم شاید واقعا مثلا معلم انتخاب، ولی هر دو تاشون هم خیلی شلوغن. این هم هست، ولی خدایی گلسا رو من خوشم میاد. نمیتونم روش نبذارم، جای خوشگلیه. شلوغش در نظر نگیریم. ببین میدونی من با یه چند تا چیز توی گلسار خیلی مشکل دارم. یک اینکه خیابوناش خیلی تاریکه. آره آفرین. میدونی همیشه میبینی ولی بهش دقت تا حالا بهش انقدر دقت نکردم، چون واقعا تاریکه. خیلی تاریکه. گفتی واقعا متوجه شدم. واقعا تاریکه. کوچه‌اش خیلی تاریکه. اصلا کوچه‌اش حتی بولوار گیلان که جزو بولوار اصلی خیلی تاریکه. باز الان جدیدن اگر دقت کرده باشی سمت بولوار دیلمان باز خیلی شلوغ‌تر و روشن‌تر و خیلی جدیدتر و آفرین بهتره. قبول دارم تا مثلا از بولوار سومریه و بولوار گیلان و حتی گلسار شمالی جنوبی. نه قبول دارم. آره میگی ولی یه چیزی بهت بگم، این خیابونایی که میگی خب من همه رو گلسار میشناسم. آره ببین یه فکتی که هست اینه که گلسا رو همه یکی میدونن. الان مثلا دیلمان خب به خاطر این پست‌ها مثلا میدونم آقا این خیابون فعلا. خود دیلمان هم خیلی فرق داره با بقیه قسمت‌ها. ولی از اون طرف تو الان داری میگی گیلان، تو ذهنم میگم گیلان کجا بود؟ میگم بولوار گیلان یا سومن یا فلان. اینکه من هنوز اینا رو با هم دیگه نمیتونم تفکیک کنم. الان میریم عزیزم بریم ولی اصلا خیابوناش یه جوری که یکی دور میزنه دوباره برمیگرده یه جای دیگه، بعد آخر نمیرسه به اونجایی. یه چیز دیگه که حدیث هست گلسار قیمت‌ها الکی خیلی بالاست. بعضی جاها البته مثلا وقتی توی معلم میخوای لباس بخری شاید با مثلا 2/3 اون قیمتی که توی گلسار هست بتونی خرید بکنی. یعنی حالا نمیگم نصف مبلغ 2/3 مبلغ. آره ولی اینجا خیلی بعضی وقتا الکی گرونه. واقعا یعنی یه جوریه که برای خرید ما هیچ وقت به این فکر نمی‌کنیم بریم خرید گلسار مثلا، ولی چرا میگیم بریم خرید سمت معلم خرید کنیم یا چه می‌دونم جاهای دیگر رو خرید کنیم، ولی هیچ وقت حالا به هیچ کدوم از آشناهامون هم پیشنهاد نمی‌کنیم که بریم خرید کنیم کجا، چه می‌دونم مثلا گلسار. ولی میدونی که خیلی‌ها واسه اینکه بگن ما گلسار خرید می‌کنیم و اینا همون جنسی که تو معلم میدن و میرن گلسار می‌خرن. خیلی حالا شاید یه از شانسشون هم پیدا کنن همون خیلی قیمت خوبه. آره شاید ولی ما دیگه وقت نمیذاریم روش، مگه اینکه بفهم همینجوری بگردیم. آره راست. بریم ببینیم قیمت‌ها چه جوریه. خیلی بارم اینا رو انگشتره. آره با واسه بچه‌مون بخریم ولی من خودم خوشم. آره منم خودم خوشم میاد. اون یکم 6 و 800. این یکم 6 و 800 چرمه.
حالا حدیث این کفش چرما که زده 6800 من چرم دیشب تو معلم دیدم حدوداً 50 بود. کفش مجلسی؟ آره. خوب. البته شاید مثلا با اون برند چرمم هست. اینجا اجاره مغازه گرون‌تره دیگه، اجاره بالاه. آره. یعنی تا حدی حق دارن و طبیعی. آره. ولی دقت کردی کلاً الان جنسا همه شبیه هم شده. یعنی مثلا تو همین ستای اویشو رو اینجا می‌بینی، معلم می‌بینی، منظریه می‌بینی، تهران می‌بینی، آفرین شهر پلاستیک خالص ولی می‌بینی. آره همه جا می‌بینی. اصلا یه سری چیزا خیلی دیگه وقتی میاد همه گیر میشه و دیگه بعد معلومه. مثلا سر همیشه درسته من اول انقدر دوست داشتم اینو بگیرم ولی که دوستان گفت ببین اینو قراره تن همه ببینی ها، میتونی باهاش کنار بیای. گفتم حالا بس یکم بیخیال. آره واسه همین من الان میگم اویشو دوست ندارم بگم، دلم میخواد یه ست دیگه که همیشه مد بوده و هست بگیرم. من بعدم برید کنار بدی نشید. قایتاشو ببین. چی شده؟ این اکسسوری ها رو چون قیمت تقریبا دستمه. خب اینجا به نسبتا گرونتر بود. چجوری اومدم دیدم مثلا همین رنگ کلیپای 5 ستاره رو گردنبندا رو من 260 میدادم. خب اینو تابستون این قیمت بود. الان نمیدونم شاید بخوام بخرم گرونتر بشه ولی دیگه اینجا ولی فکر کنم خیلی گرونتر بود. یادم نیست ولی اومدم یه سری مقایسه کردم دیدم. خب بریم بپرسیم. از همینجا میتونیم ازشون سلام خسته نباشی. این ونکلیفای 5 ستاره‌تون چه قیمته؟ 5 ستاره میگم 5 گل مشکی و سفید. آره عزیزم. ونکلیفا نه قیمتشون 928 ست کاملشون. آها. 900 یعنی این حدوداً 500 میافته گردنبنده. آره. مرسی. گوشوارو گردن. آره. به نسبت جایی که هست مطمئنا اجاره بیشتر میده و باید بیشتر رو جنساش بکشه. الان اینجا خب گرون‌تر. سری از گوشواره‌هاش واقعا جنساش خیلی خوب بود. مثلا من تو تهران این مغازه‌ای که رفتم ندیدم. نمیدونم از کجا خرید میکنن. گفت مستر کوالیتی واقعا معلوم. کپ طلا بود مثلا چند تا از گوشواره‌های ونکلیفش. از این خوشم اومد. ولی مثلا گردنبند همون بود که من داشتم. اینجا 500 خورده بود و من دارم میدم چقدر 260 داره. قیمتش یکی بود؟ نه دیگه. آها اینجا میده 560. آره. تو میدی 260. 500 خورده اینه دقیقاً خورده ای چقدر بود؟ 3 میلیون و 390. چرا؟ بیشتر از این دو مدل؟ 1,400 من. برای قشنگه چیزاش. متشکرم. من بچه از این بوته خیلی خوشم اومد. خیلی خوشگله. آره خیلی ساده و شیکه. اصلا ساده قشنگه. اونم قشنگه که پاشنش بلند اذیت نمیکنه ولی حس میکنم این اذیت میکنه. آره. وقتی ببین کفش مجلسیش هست 6 و 800 دیگه این باید 16 تومن باشه دیگه. پرسیده گفتی چند بود؟ بالای 10 تومن بود فکر کنم. آره. این مشکیه حدیث همه قیمت‌های این پاساژ رو کامل داره. الان رو دقیق میدونه این چند چون عروسی دوستشه. چون عروسی نزدیک داریم. 0 تا 100 تمام اجناس رو اصلا دعوتش کردم چون میدونستم قیمت داره. اینو فکر کنم همین بود. دقیقا این یه تیکه گلوزی داشت 18 و فکر کنم 500 یا 18 و خلاص 18 رو داشت. گفت که ترکه به من اینجوری گفت. نظر تو این الان چند میارزه؟ تو که دستت تو کار میگم من خیاطم. نه ببین من نظر خودم بگم. بگو. به نظرم ماکسیموم 12. منم می‌خواستم بگم 10 تومن. آره ماکسیموم 12. چون ببین من البته این حرف واسه پارساله ما یکی از آشناهامون یه لباس کامل سنگدوزی شده تقریبا مثل اون ولی با آستین گرفت چقدر 5 تومن فکر کنم. این برای پارسال دیگه انصاف بشه 10 تومن دیگه غیر اینه. ما به حساب که تو خودمون ما به حساب خودمون دادیم. آره من پارسال تابستون سالگرد ازدواجمون بود دنبال یه لباس سفیده مثلا حالت مهمونی طور مثلا نامزدی طور می‌خواستم که برم مسافران رو بپوشم و عکاسی کنیم.
گلستار هر جا رفتم پرسیدم لباس سفیداش، اصلا هم که سفید بود و یه کوچولو تور داشت اصلا زیر 7-8 تومن نبود. رفتم سمت مطهری، اونجا گیر آوردم یه مغازه هست خیلی معروفه، الیه. آره. رفتم اونجا خریدم 3 تومن. اون لباسش خیلی خوشگله اونجا، خیلی قشنگه لباسه. آره، ولی واقعا 1/3 مغازه‌های گلستار. ببینید بچه‌ها، اصلا خیابونا هیچ تیر چراغ برقی عملا نداره. میبینید هیچ، یعنی کل محدوده گلستار همینطوریه. ترافیک رو دقت کردی؟ پیاده باید خیلی ترافیک زیاده، خیلی، و همش اون سمته، ولی خب داخل بریم باز ترافیک هست. ساعت چنده الان؟ 6 دیگه. همیشه این تایما شلوغه، یعنی الان که رش یه جوری شده که همه موقع شلوغه. همینه و باید با موتور بیای، اصلا انگار با ماشین دیگه ترددش بریم. خیلی خوشمزه. من اینو دیشب تست کردم، خیلی من موافقم. اینو قبل نخوردم. این خیلی خوشمزه است، تو شیره. از اون دیشبی هم که خوردم خوشمزه. خب من یه دونه از این میخوام، یه دونه از این بذاریم به جای اونو بذاریم که تو شیره دیگه. خیلی ترافیکه، ولی خیلی ترافیکه خدایی. ببین وقتی میام ترافیک همینه دیگه. کشویی سلام. سلام. اینقدر دنبال کت مشکیم، حتی میبینم اینجا هم باحاله، قیمتش هم رو باسا خوبه. به یه شلوار مثلا میشه شلوار هم دارید بشه؟ آها داره. این هم باحاله، کوتاه کنم. خیلی شلوارش هم قیمته باحاله. خوشگله تو تن اینا، خیلی خوشگله. اینا سایز داره؟ آها، چون این قطعا بر من کشید، ولی باحال بود کتش. خیلی. بچه‌ها لطفاً اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتید حتما ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید. دوستتون هم خیلی زیاد. تاریکی رو که داری دیگه، تاریک بعد یه معضل خیلی بزرگی که به نظر من اصلا دیگه یه جایی که بالا شهر و یه منطقه تاپه نباید اینجوری باشه، اینه که می‌بینی چقدر چاله چوله داره. ببین چاله چاله، نگاه چاله. آسفالت رو بگیر، خدا وکیلی این آسفالت گلستار باید اینجوری باشه، داغون. ببین اون برو بگیر، خدایی نباید. مسئولین رسیدگی کنید اصلا. ولی خدای حدیث تو دقت کرده بودی به این قضیه که چقدر آسفالت ها بده؟ پر از چاله چوله است. به نظر من منطقه تاپ رشت نباید اینجوری باشه. دیگه هم هست من دوست دارم که به مرکز شهر نزدیک باشم. میدونی؟ اون شهرداری و سبز میدون و لاکانی و اینا، اون حس سرزندگی، اون رفت و آمد و مردم که پیاده میرن میان، خیلی بهم حس خوب میده. اینجا اونقدر آدم نمیبینی که پیاده روی بکنه، خیلی کمه دیگه، چون خیلی مثل شهرداری و سبز میدون محل پیاده روی و گذر آدما نیست. دیواره رو ببینید، دیواره کافه است، چقدر بانمکه، پر از استیکر ایموجی. درسته اینجا بالا شهر رشته، ولی همونجور که میبینید پر از آشغاله. متاسفانه همونجور که میبینید باید شما دیگه واقعا خنده میگیره. ولی چرا جدی چراغاش روشن نیست؟ اصلا همینطوری تاریک، بعد کلی برگای پاییزی ریخته، همه رو تلمبار کردن، هیچی رو جمع نکردن، کلی هم زباله ریخته. و واقعا من با این قضیه خیلی الان مشکل دارم.
یعنی الان که داره میگه من این راست میگه اینجا رو ببین تا فکت بعدی خدا نگه. دقتم هی بیشتر شده سر این موضوعا که اینجاها رو من تا حالا خب ما میدونیم خوشگلی حالا ساختمونش رو دیدیم چون برق یه جا برقم که نداره میدونی کافه مثلا خوشگلی ببین به نظر من تو گلسار چیزی که خیلی جلب توجه میکنه کافه هاش و وایب آدمایی که میان کافه نشینی میکنن لوکسن. آره خب اینش خیلی باحاله وگرنه یه سری ضعفای خیلی زیاد داره ولی مثلا میدونی چیه تو وقتی میری بالا شهر تهران حالا جردن ولنجک فرشته تو واقعا سطح کیفیت خیابونا پیاده رو اصلا نورپردازی ها خیلی متفاوته مثلا همینه که من میگم اون انتظاری که از گلسار خودم دارم به عنوان بالا شهر اینجا برای من برآورده نمیکنه. الان باز دوباره رو تاریک شده تاریک ببین چقدر تاریکه. آره خدا آره ولی نمیگم صد بده ها یه سری جاهاش خیلی باحاله من خودم دوست دارم من بشینم کافه هاش وایب آدماشو میگم این فضای کافه نشینیشو اینا رو خیلی آره اینو واقعا آره اینو دوست دارم ولی واسه این که خودم اینجا زندگی کنم نه چون من عاشق شلوغی و این رفت و آمدهای زیاد مردم اون حس زندگی رو دلم میخواد که خودم بتونم تو اون شهر ببینم زندگی جریان داشته باشه مثل شهرداری یه سریا بیان و منو دیس بکنن بگن که نه فلانه چی و اینا به نظرم که نظر هر کس واسه خودش محترم من نظر خودم دارم میگم در این حال اینکه توی یه ولاگ دیگه که واسه گلسار این بالا لینکشو میذارم من و علیرضا رفتیم و اتفاقا خیلی نکات خوب و خوشگلی‌های گلسار رو نشون دادیم اونا نقاط قوتش بود ولی نقطه ضعفاش هم ایناست که توی این ولاگ دیدید حالا اگه محتوا رو دوست داشتید لایک ویدیو یادتون نره کانالم ساب کنید که نظرتون رو برام بنویسید بهم بگید اگر رشت زندگی میکنید موافقید با حرف من یا نه یا اگر اومدید رشت گلسار شما نظرتون چی بوده به حدیث میگم چند دقیقه از ترافیک میگه 2 دقیقه آخه الان رسیدیم میگه که چند دقیقه از خب 2 دقیقه از بمون الان داره میشه 5 دقیقه مثلا آره نمیتونم ترافیک داغونم واقعا حوصله سر بره آره. سری از آنلاین شاپ جینگولی حدیث یه سری چیزا سفارش دادم ولی چون دیگه ندیده بودمش امروز که دیدمش بهم داد بعد خیلی الان نگاه بزن اولیش که این گوشواره جینگولی خوشگله که من عاشق اینم یه آبی هم داشته اونو تموم کرده آبیش هم خیلی خوشگل بود یه دونه اینه که خیلی دوست داشتم دیگه سریع انداختم گوشواره خودم رو در آوردم اینو انداختم بعد اینم خیلی خوشگله شما آخه ببین چقدر این کیوته اینم خیلی قشنگ میشه اگه بندازم اینم خیلی دوستش دارم دستت در نکنه بعد یک دیگه هم فقط من عاشق این کیسه هاشم یه دونه از این کنفی هاست دیگه کنفی که همیشه خوشگله هم تابستونیه هم ولی در این حال با همه استایلی به نظرم ست میشه یه دونه گیفتم تازه بهم داده نگاه چقدر خوشگله دستت در نکنه خیلی خوشگل بود مرسی عشقم حالا دیگه این میبینید این گوشواره رو تو گوش من زیاد میبینید انقدر که من گوشواره دارم دستت در نکنه